اگه فکر میکنی رونالدو به خاطر استعدادش بهترین شد، احتمالاً اشتباه میکنی. چیزی که اون رو از میلیون ها فوتبالیست جدا کرد، نه پاهاش بود نه سرعتش، بلکه ذهنیتی بود که بیشتر آدما هیچ وقت اون رو نمیسازن. تو این ویدیو میخوایم وارد ذهن یک برنده بشیم. یه پسر لاغر از یه جزیره کوچیک توی پرتغال که یه روزی به خودش گفت من بهترین فوتبالیست دنیا میشم. شاید اون موقع همه بهش خندیدن، اما امروز دنیا نام اون رو فراموش نمیکنه. کریستیانو رونالدو. همه ما وقتی اسم رونالدو رو میشنویم به گل‌ها، جام‌ها و رکورداش فکر میکنیم. اما چیزی که کمتر درباره اون صحبت میشه جنگیه که هر روز توی ذهن اون جریان داره. رونالدو هر روز از هزاران فوتبالیست بهتر نبود، اما هر روز از دیروز خودش بهتر بود. همین یه تفاوت اون رو به یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ تبدیل کرده. همه عاشق جام‌هایی هستن که رونالدو بالای سرش برده، اما هیچ کس هزاران ساعتی رو که توی سکو تمرین کرد رو نمیبینه. قهرمان‌ها قبل از اینکه روی سکو باشن توی ذهنشون قهرمان شدن. رونالدو توی خانواده‌ای ثروتمند به دنیا نیومد. از همون کودکی باید برای هر فرصتی می جنگید. اما یه تفاوت بزرگ با بقیه داشت. اون هیچ وقت اجازه نداد شرایط آیندش رو تعریف کنه. بیشتر مردم وقتی با یه مانع روبرو میشن دنبال بهونه میگردن، اما ذهن یک برنده دنبال راه حل میگرده. رونالدو بارها گفته که همیشه خودش رو بهترین میدیده، حتی زمانی که هیچ مدرکی برای اثباتش وجود نداشت. این غرور نبوده، این باور بوده، باوری که باعث میشد هر روز بیشتر از دیروز تمرین کنه. اما فقط باور کافی نیست. چیزی که رونالدو رو متفاوت کرد انضباط بود. وقتی بقیه تمرین رو تموم می‌کردن، اون تازه تمرین اضافه رو شروع می‌کرد. وقتی بقیه استراحت می‌کردن، اون روی بدنش سرمایه گذاری می‌کرد. تغذیه، خواب، ریکاوری و تمرین. همه چیز برای اون بخشی از مسیر موفقیت بود. ذهنیت یک برنده یعنی انجام دادن کارهایی که نتیجهشون شاید ماه‌ها یا حتی سالها بعد دیده بشه. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم رونالدو رابطش با شکسته. خیلی ها بعد از یه شکست اعتماد به نفسشون رو از دست میدن. اما رونالدو شکست رو پایان راه نمیبینه، بلکه اون رو بازخورد میدونه. وقتی انتقاد میشه به جای اینکه تسلیم بشه بیشتر تلاش میکنه. وقتی شکست میخوره به جای سرزنش بقیه از خودش میپرسه دفعه بعد چطور بهتر بشم. همین سوال ساده تفاوت آدم‌های معمولی و آدم‌های بزرگه. اون میگه من نمیتونم نظر مردم رو کنترل کنم، اما میتونم عملکرد خودم رو کنترل کنم. این دقیقاً همون چیزیه که بیشتر آدما فراموش میکنن. بیشتر انرژی ما صرف چیزایی میشه که هیچ کنترلی روی اونا نداریم. اما رونالدو تمام تمرکزش رو روی چیزی گذاشت که در اختیار خودش بود. تلاش بیشتر. یکی از معروفترین حرفای رونالدو اینه: رویاهات رو به کسی نگو، اونا رو نشون بده. این جمله خلاصه زندگی اونه. اون کمتر حرف میزنه و بیشتر عمل میکنه. بیشتر مردم عاشق انگیزن، اما انگیزه دوام نداره. امروز هست، فردا نیست. رونالدو هم اگه منتظر انگیزه میموند هیچ وقت به این جایگاه نمیرسید. چیزی که اون رو ساخت انضباط بود. یعنی انجام دادن کاری که باید انجام بشه، حتی وقتی حوصله نداری،
حتی وقتی کسی تشویقت نمیکنه، حتی وقتی هیچ نتیجه‌ای نمیبینی. برنده ها با احساساتشون تصمیم نمیگیرن، با تعهدشون تصمیم میگیرن. حالا یه سوال از خودت بپرس. اگه هر روز فقط 1% بهتر از دیروزت بشی، بعد از 1 سال کجایی؟ موفقیت حاصل یه تصمیم بزرگ نیست. حاصل صدها تصمیم کوچیک و درسته که هر روز تکرار میشن. شاید هیچ وقت مثل رونالدو فوتبالیست نشی، اما میتونی مثل اون فکر کنی. میتونی به جای بهونه مسئولیت رو انتخاب کنی، به جای ترس اقدام کنی و به جای مقایسه با بقیه روی بهتر شدن خودت تمرکز کنی. چون در نهایت قهرمان ها در روز مسابقه ساخته نمیشن. اونا توی روزهایی ساخته میشن که هیچ کس اونا رو نمیبینه.